زمانهای قدیم موی سفید و کمپیر زندگی می کردند. موی سفید بختیار نام داشت. زندگیشان خیلی کمبغلانه بود. روز سحر بر وقت موی سفید بختیار از خواب برخاست و به کمپیرش گفت: کمپیر، به کلبار من نان و چکه انداز. خوابی نغزی دیدم، به جستجوی خوابم می روم. ای موی سفید، پیر شده تماما عقلت را گم کرده ای، گفت کمپیر. در کجا دیده ای که کسی به دنبال خوابش رفته باشده؟ اما موی سفید به گپش استوار بود. خلطه‌اش را به کتفش گرفت و به سفر برآمد. موی سفید بختیار رفت چند روز و چند شب راه پیمود و روزی از روزها از پیشش یک چوپانی برآمد که رمه گوسفندانش را بانی میکرد. سلام انسان نیک، برایم چیزی برای خوردن بده، سخت گرسنه‌ام، گفت موی سفید بختیار. چوپان زود به موی سفید کاسه شیر گرم آورد. با کجا روانه ای بابا؟ پرسید چوپان. راحت دور باشد برایت کمی نان و روغن دهم. نپرس بچه، گفت موی سفید. از زندگیم ناراضی هستم. چیز خوبی در زندگیم ندیدم، اما شب خواب دیدم، خواب عجایب. اکنون به سراغ خوابم می روم. جوان حیران شد، ولی کمی فکر کرد و با موی سفید گفت: گوش کن بابا، خوابت را با من فروش، پول خوب می دهم، می توانی تمام رمم را بگیری. موی سفید راضی شد. مایلش، تو جوان هستی، شاید خواب مرا کافته یابی. موی سفید به چوپان بچه خوابش را نقل کرد و چوپان در عوض خوابش با موی سفید تمام رمه‌اش را داد. آنها سر و لباسشان را عوض کردند، حتی نامهایشان را عوض کردند. اکنون موی سفید ملک بای نام داشت و جوان بختیار. موی سفید رمه را به سوی خانه‌اش رانده برد و جوان خلطه موی سفید در کتف به سفر برآمد. بختیار جوان رفت و از پیشش شهری برآمد. گرد و اطراف این شهر را دیوارهای بزرگ و بلند احاطه کرده بودند و یگانه دروازه شهر بسته بود. جوان هرچند خواهش و التماس کرد، دربانها در شهر را با او نگشودند. دیگر علاجی نداشت بختیار بیچاره. در روی زمین در زیر آسمان کشاد دستش را زیر سرش مانده خوابید. نیمه شب آواز بختیار را از خواب بیدار کرد. ای بختیار، بیدار شد، خواب بس، این خلطه را بگیر، من حاضر از دروازه می برایم. و جوانی در بالای دیوار بوده به سوی بختیار خلطه وزنینی را پرتافت. بختیار اول حیران شد که این جوان نام او را از کجا می داند، ولی باز خواب موی سفید را خریدنش به خاطرش آمد و آسوده شد و خلطه را گرفت و منتظر جوان ایستاد. دیری نگذشته دروازه های شهر گشاده شدند و از آنجا جوانی با 2 اسب سمند بادپا تیروار بیرون آمد. زود به اسب سوار شو، می گریزیم. وقتی گپزنی نبود.
بختیار زود به اسب سوار شد و خلطه را با خود گرفتند و اسبها را خیلی زود رانده از شهر دور شدند. آنها خیلی زود اسب می راندند تا سحر دم نگرفته اسب تازاندند. وقتی که صبح دمید بختیار به چهره همراهش نگاه کرد و به حیرت افتاد. همراه او دختری بود در حسن و جمال بی همتا، رویش به خوبی به مثل ماه شب 14. نازنین ناشناس هم به چهره بختیار نگاه کرد و هوش از سرش پرید. ای جوان، تو کیستی؟ مگر تو بختیار هستی؟ من بختیار نام دارم، گفت جوان. من دختر شاه هستم، نامم زرنگار. ما با بختیار پسر اسبان عهد دوستی داشتیم، اما پدرم به هیچ وجه نمیخواست مرا به بختیار به زنی بدهد. بنابراین ما عهد کردیم که میگریزیم. شبانه او باید مرا منتظر میشد، اما به جای او تو آمدی. خرچی لطف، شاید تقدیرم همین است. شامگاهان بختیار و زرنگار به کشوری دیگری رسیدند. در این کشور آنها با طلاهایی که در خلطه داشتند خانه خوب، باغ زیبا و لباسهای خوب خریدند و به زندگی آغاز کردند. بختیار میدانست که این هنوز تمام خوابش نیست، اما از تقدیر و زندگیش راضی بود. روزی سرتراش شاه به خانه بختیار آمد تا میسر او را به ترتیب آورد. در را سرتراش گشاد و چشمش به زرنگار افتاد. زیبایی زن را دیده سرتراش لال ماند. او زود کارش را به انجام رساند و به دربار شاه دوید. شاهم، یک نویگری در خانه کنار شهر، در خانه که مهمان نو است، زنی را دیدم آنچنان زیبا که اگر بینید هوش از سرتان می رود. و سرتراش حسن زیبای زرنگار را آنچنان توصیف کرد که دل شاه غایبانه عاشق این نازنین شد. اکنون شاه فکر میکرد که چگونه این زن را ببیند. شاه بختیار را به دربارش دعوت کرد. سلام مهمان، میگویند که تو در کشور ما آدمی نو هستی. من بیگاه به خانه‌ات مهمانی می آیم. بختیار با سری خم و اندوهگین به خانه‌اش برگشت. او میدانست که شاه به هیچ وجه، به هیچ سببی به خانه کسی نمی رود. اما در خانه او را زرنگار نازنین تسلی داد. هیچ گپ نی، زیق نشو. برو از بازار خوراکواری بیار. شاه را باید ضیافت شاهانه دهیم. روز دراز زرنگار به پخت و پز مشغول شد. دسترخوان شاهانه آراستند. بیگاه شاه و وزیرش به هیچ آگاهی در را گشاده وارد خانه بختیار شدند. چشم شاه به زرنگار افتاد و به پشت افتاد، زیرا او با چنین زیبایی زنی را بار اول میدید. ضیافت به انجام رسید. شاه و وزیرش به خانه‌شان برگشتند. اکنون شاه خیلی بیقرار بود و فکر میکرد که چگونه
این زن را به دست دارد. شاهم، تا دمی که بختیار زنده و سلامت است شما زن او را گرفته نمی توانید. من یک حیله را می دانم. او را جیغ زنید و برای آوردن سیب بهشتی فرستید. از آن سوی هنوز کسی برنگشته است. او برگشته نمی آید، نیست و نابود می شود و زرنگار از آن شما. شاه خرسند شد. بختیار را به نزدش دعوت کرد. میدانی بختیار، من بیمارم. تو برای من سیب بهشتی را دریافت کرده میاری. اگر نآوردی سرت را از تنت جدا میکنم. بختیار بیچاره غمگین و مایوس به خانه‌اش برگشت. چون این قصه را زرنگار شنید به بختیار گفت غمگین نشو. انا این انگشترین مرا بگیر. به انگشتت بمان. به سفر برو. پس از 3 شب و 3 روز به شهری میرسی که پشت دیوارهای آن شهر مملکت دیوان است. دیوها به نزد تو می آیند، ولی تو نترس. انگشترین را به آنها نشان ده. آنها غلام چاکری کسی می شوند که این انگشترین در دستش است. بختیار انگشترین را گرفت، به انگشتش نگاه نهاد و 3 شب و 3 روز راه گشت. شام روز 3 به شهری رسید و دید که در دروازه شهر 3 دیو قوی هیکل برزنگی نشسته و او را دیدن زمان میخواستند که پاره پاره‌اش کنند. بختیار زود انگشترین دستش را به آنها نشان داد. دیوها زود به زانو افتیدند و گفتند فرمان برداریم، بفرمای چه میخواهی؟ بختیار به آنها گفت به من سیب بهشتی لازم است. آن را باید دسترس کنم. در زمان دیوی به زانو افتاد و به بختیار گفت به پشتم سوار شو، تو را به کشور پریان میبرم. بختیار زود به گردن دیو سوار شد و دیو به آسمان پرید. 3 شب و 3 روز بختیار و دیو در آسمان میپریدند و نهایت دیو بختیار را در جای به زمین گذاشت که باغ زیبایی بود و دریاچه شوخ و بیقراری در کنار آن باغ بود. در پشت آن درخت پنهان شو. حاضر به اینجا دختران شاه پریان می آیند. تو لباسهای آنها را پنهان کن و از آنها سیب بهشتی را بخواه. سیب را که برایت آوردند لباسهایشان را برگردانده می دهی. گفت دیو و ناپدید شد. بختیار در پشت درخت رست شده ایستاد. ناگاه از آسمان 3 دختر نازنین به زمین فرود آمدند و لباسهایشان را کشیده به دریاچه برای آب بازی در آمدند. بختیار دویده رفت و لباسی یکی از آنها را گرفت و رست کرد. پریان از دریاچه بیرون برآمدند و یکی از آنها لباسش را نیافت. ای آدمی زاد، لباس خواهر ما را برگردان. قسم میخوریم که هر چیزی که میخواهی مهیا میکنیم. گفت پری دختره. بختیار از پشت درخت بیرون آمد و گفت به من
سیب بهشتی در کار. اگر دسترس کنید لباستان را برمیگردانم. در زمان یکی از پری دختران به آسمان پرید و دیری نگذشته شاخه سیب های بهشتی در دست برگشت. او سیب ها را به بختیار داد و بختیار نیز لباس های آنها را برگردانده داد. بختیار باز سوار دیو و وطنش برگشت. سیب های بهشتی را به شاه آورد. شاه وانمود میکرد که از دیدن سیب های بهشتی خوشحال شده است، اما در اصل خیلی غمگین بود که بختیار صحت و سلامت برگشت. پادشاه خیلی فکر میکرد که چگونه بختیار را از میان بردارد. باز وزیرش به امدادش رسید. او با پادشاه گفت: شاهم، بفرمایید تا بختیار برای شما 100 برگ باغ ایرم را بیارد. انا از آنجا او هرگز بر نمی گردد. روز دیگر باز شاه فرمانش را با بختیار رساند. بختیار خیلی غمگین بود. باز زرنگار عاقله با بختیار گفت: زیق نشو، من به تو سخنان سحرناکی را می آموزم. چشمانت را می پوشی و این سخنها را می گویی. چشم کشاده خود را در باغ ایرم می بینی. تو در اونجا نازنین دخترانی را می بینی که سرود می خوانند و رقص می کنند و از دهان یکی از اونها هنگام خنده گل می ریزد. تو یکی از این گلها را بگیر و لیکن به چشمان دخترکان نگاه نکن. آنها می توانند تو را جادو کنند. زرنگار سخنهای سحرناک را به بختیار آموزاند. بختیار چشمانش را پوشید و سخنهای سحرناک را به زبان آورد و به آسمان پرید. چشم گشاده بختیار خود را در باغ ایرم دید. این باغ آنچنان سرسبز و زیبا، پر از گل و نکهت گلها بود. در این باغ دخترکان نازنین سیر می‌کردند و سرود می‌خواندند، سیر می‌کردند و رقص می‌کردند. از دهان یکی از این دخترکان هنگام خنده کردن گل می‌ریخت. بختیار زود یک دانه گل را گرفت و خواست که بار آخر دخترکی زیبا را ببیند. چشم به چشم دخترکی زیبا دوخت و همه چیز را از یادش برد. هم گل، هم شاه و هم زرنگار نازنینش را. 9 روز زرنگار منتظر بختیار بود، ولی از بختیار نه درکی بود و نه خبری. زرنگار دانست که بختیار را دخترکان افسون کردند. زرنگار کلمات سحرناک را خواند و چشمانش را پوشید. چشم گشاده او نیز خود را در باغ ایرم دید که بختیار او دست به دست دخترک افسونگر چشم از او نمی کند و جادو شده است. زود افسون خواند و بختیار را به شاخه‌یکی تبدیل داد و خودش هم به کبودرکی مبدل شد و شاخه‌یک و گل را به منقارش گرفت و به سوی کشورش پرید. در خانه بختیار و زرنگار به اصل قدیمشان برگشتند و بختیار
گلی باغ ایرم را به شاه برد. اما شاه خرسند نبود. او بیش از بیش خشمگین و غضب‌آلود میشد، زیرا بختیار را به هر کجایی که فرستد ساق و سلامت برمیگشت. وزیرش تدبیر نوی یافت. چه خیل از این جوان خلاص شوم. یافتم گفت وزیر. بختیار را به آن دنیا بفرست. بگو که رفته پدر و مادر تو را دیده آید. از آن دنیا حالا کسی برنگشته است. شاه بختیار را به دربار دعوت کرد. به آن دنیا می روی، پدر و مادر مرا می بینی، از آنها پیام می آری. اعلی حضرت رحم کن، این کاری ناشده نیست، گفت بختیار. به تو 40 روز مهلت. اگر در این 40 روز علاج کار را نیابی، جلاد من تو را به آن دنیا می فرستد. بختیار بیچاره باز به نزد زرنگار آمد. هیچ قصه نه، گفت زرنگار. برو و بگو که آدمان شاه در میدان هیزم زیاد جمع آورند و برایش روغن بریزند. تو به تپه آن هیزم برآمده نشین. همین که آتش را افروختند، دود سیاه تو را از چشمها پنهان می کند و من تو را خلاص می کنم. بختیار همین طور هم کرد. شاه با آدمانش فرمود که هیزم زیاد جمع آورند و برویش روغن ریزند و آتش افروزند. بختیار در بالا منتظر زرنگار بود. همین که دود سیاه آتش همه جا را فرا گرفت، زرنگار زود به کبوترکی مبدل شد و بختیار را باز به شاخه یکی تبدیل داد و در منقارش گرفته به خانه آورد. 39 روز بختیار و زرنگار به هیچ غم و غصه در خانهشان عیش و نوش کرده می نشستند. روز 40 زرنگار به بختیار گفت: برخیز، می رویم و تو را در خاکستر توده پنهان می کنم. من یک مکتوب می نویسم. تو آن مکتوب را به شاه می دهی و می گویی که از پدر و مادری اوست. و زرنگار در مکتوب چنین نوشت: رویت سیاه می شود پسرم، چشمانت کور می شوند، چون که تو به نزد ما نآمدی و بختیار را فرستادی. اگر خواهی که ما خرسند باشیم و اگر خواهی که دعای بدی ما تو را نگیرد، خودت به نزد ما بیا، ما خرسند می شویم. شبانه بختیار و زرنگار به میدان آمدند و زرنگار بختیار را در میان خاکستر توده پنهان کرد. شاه و وزیرانش و سرتراش برای آن آمدند که از درون خاکستر استخوان پاره های بختیار را بیابند. اما از درون خاکستر بختیار زنده و سلامت بیرون آمد و به شاه مکتوب پدر و مادرش را رساند. شاه نادان و جاهل وقتی که مکتوب را خواند، دلش ضیق شد. زود فرمان داد که هیزم بسیاری آورند، برایش روغن ریزند و خودش به بالا برآمده نشست. وزیر و سرتراش شاه نیز میخواستند ببینند که در اون دنیا چی گپ است و زود به نزد شاه آمدند. وقتی که ندیمان شاه هیزم را آتش زدند، شاه و وزیر و سرتراش در آتش سوخته مردند. مردم بی شاه مانده بختیار را شاه انتخاب کردند
بختیار به قصر شاه آمد. او زرنگار نازنینش را با خود آورد. زندگی خوش و خرم بختیار آغاز شد. بختیار شاه عادل و نکوکار شد. زندگیش خوب می‌گذشت و او می‌دانست که خواب بختیار موی سفید را که او خریده بود ثمره خود را می‌دهد. همین طور بختیار و زرنگار نازنین زندگی خوش و خرسندانه داشتند. موی سفید پیر باشد رمه گوسفندان را به خانه‌اش آورد و در عین پیری، در آوان پیری زندگی خوب و خرسندانه داشت. اکنون او نیز از چیز تنقیسی نمی کرد.